کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که 16 فوریه سال 2024 در کیلومتر 559 راه موشینگر دوشنبه خوروغ که از طریق موضع پاسخوف نویه روشا میگذرد، برف و بعداً ترمه باعث آن گردید که راه موقتا بسته شود. برای برطرف نمودن علت به عمل آمده، کارمندان خدمات راه، وزارت نقلیات و تکنیک این وزارت جلب شده. کمیته گفت راه علاقه از غرم برف باره تازه کرده شده، حرکت ماشین ها به دو سمت از سر گرفته شد. همین طور شب 17 فوریه سال 2024 در کیلومتر 158 راه دوشنبه خوجند چنوق یک ترمه بزرگ پهنویش 50 متر و بلندیش 6 متر بر روی راه فرو ریخته، 5 ماشین زیر ترمه ماند. شرکت آیرس مسئول نگهبانی راه دوشنبه خوجند چنوق خبر داد که خوشبختانه تلفات جانی نیست و کارمندان این شرکت سر وقت ماشین ها را از زیر ترمه بیرون آوردند. اما ترمه بر صورت روی نقلیات را توسط این یگانه راه زمینی بین ولایت سوق و مرکز تاجیکستان برای چند ساعت منع کرد. شرکت آیرس صبح 18 فوریه خبر داد که روی واسطه نقلیات از جمله بفورا و ماشین های یادکدار بعد رفع عاقبت های ترمه و با مواد ضد لغزش کارکرد شدن قسمت های ترمه زده راه دوشنبه خوجند چنوق اجازه داده شد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت این شب و روز همه واحدهای نجات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده بنابر سبب بارندگی شدید و احتمال به وجود آمدن هر گونه ولایت‌های فوق‌العاده در حال آماده باش کامل درآورده شدند. بنابر گزارش اگنتی هواشناسی تاجیکستان تا 21 فوریه سال 2024 حرارت هوا در سراسر مملکت تغییر می‌یابد و سرد می‌شود. بارانی که در وادی‌ها می‌بارد به تدریج به برف مبدل می‌شود. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به این دلیل شهروندان خواهش می‌کنند که در این روزها حرکت خود را در راه‌های کوهی محدود کرده از اجرای کارهای کشاورزی، چرانیدن چاروا، جمع‌آوری اعزام و شکار در منطقه‌های کوهستان خودداری کنند. از رانندگان نیز خواسته شده است که به ویژه هنگام حرکت با راه کوهستانی از حد اکثر احتیاط کار گرفته قاعده‌های حرکت در راه از جمله سرعت و فاصله را قطعاً رعایت کنند.